سلام، من فروزانم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. این نامه رو برای تو می نویسم. راستش نمیدونم شما چندم قراره این ویدیو رو تماشا کنید، ولی الان که این حرفا رو میزنم آخرای تابستونه. 25 شهریور 404 و من 28م تولدمه. داشتم فکر میکردم اگه با ورژن کوچیک‌تر از خودم قرار بود بریم یه جایی و حرف بزنیم، بین ما چه چیزایی گفته میشد. احتمالاً اون دیر میرسید سر قرار، چون همیشه نمیدونست چی بپوشه. ولی من زودتر میرفتم، چون تو این سالها فهمیدم ارزش دادن به آدما خیلی مهمه. احتمالاً وقتی میرسید در رو باز میکرد، احساس ناراحتی و ناامنی میکرد و تلاش میکرد دنبال یه چهره آشنا بگرده. هنوزم همونطورم. چیزای جدید برام ترسناکن. احتمالاً قرار بود یه لیوان بستنی پر از اسمارتیس و شکلات سفارش بده و از خوردنش لذت ببره، ولی من یه چای نعنای ساده سفارش میدم و سعی میکنم ذره ذره از گرماش لذت ببرم. ورژن کوچیک فروزان قرار بود از این حرف بزنه که دلش میخواد همه کار انجام بده، درس بخونه، نقاشی بکشه، بزرگ بشه. و منم راستش شاید خیلی بد به نظر برسه بعد از این همه سال هنوزم دوست دارم نقاشی بکشم، درس بخونم، چیزایی که من هیچ وقت ازش خسته نمیشم و فکرم نمی کنم آخرش قراره چی بشه. کاش بهش بگم وقتی بزرگ شدی هنوزم بارون رو دوست داری، هنوزم وقتی ماهو میبینی ذوق میکنی. بهش بگم حسابی لذت ببر، چون قراره یه چیزایی رو ببینی که فکرشو نمی کنی، حسی رو تجربه کنی که فکرشو نمی کنی. بهش میگفتم تلاش نکن بزرگ بشی، تلاش کن زندگی کنی. براش تعریف میکردم که چند تا دوست خوب پیدا کردم. در آخر محکم بغلش میکردم و بهش کادو میدادم. شمع کیک تولدش رو روشن میکردم و اجازه میدادم تا دلش میخواد کیک بخوره، چون میدونم خیلی دوست داره. هنوزم خیلی دوست دارم.